برای مقصد تلویزیونی باید که یک برنامه تیار کنیم اطراف همین چیندن پخته. نوحیه همدانی رفته میگه رئیس جماعت بسیار مرده که خوب مهمان نواز بگه گرید خونش برد میگه او عزت بسیار مکردو همین پدن حالا تو چویا بیاره لعنتی و فلان کنه اینه میگه شب خیلی اینا و میگه سهر اومدیم روز دیگه همین تونمو پیش اصل خلاص کردیم گفته میریم گفت کجا میریم گفته مهمان خونه گفت خونه من میریم کی گفته محکمه بخشی نمیره و گفت چی کم بودی ایوان دیده گفته دهنتون خیلی بسیار دهنی پلفسای باید داشته حقوراتی بسیار میکنی ولی همون خانواده چی میگن سه چور مهمانی دنگوسا اومدم همین روز تو میگه حقورات شنیدیم شب تا سحر بعد گفت که بیای پدودید نکنید همین مردم ما الحمدلله همین سنت پیامبر دارن مهمان نوازن خدا را شکر نسبت بسیاری مردم ما الحمدلله که مهمان نوازن همین برای ما را مهمون برای در مهمون خونه خوب کنه ز پدلو ای همین میگه گفت که بیای همین مرا ایزون نتین بخدا بیای بریم تو شما رخصت نتین گپ نمیزنم حقورات دوست بیسته گپ نمیزنم خیلی میگه اومدیم قطیش تورات کردیم اصلا خوندیم ششتیم چق 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 شام شید شما جماعت کردیم خوندیم چق چق گپ نمیزنم خب پای میگه چق 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 خفتن شیده است نه چویه نه اون دیگش نگیدم میگه همدیگر هم تریش سرد نگه داریم یه وقت میگه گفت که هم تا دو شوار داشت میگه بعد بزیم گفت زن اجازه هسته یا چی پرسم تون گش نمونده هم میگه گفتیم خیلی اکبر اجازت نده من فعالیت کنم مایلش و همین در اون کرد یه بار پدر تو بکشه مهمون را بعد دیگه سرخون اومده بعد اوقات اومده نخود زندگی را به همین درجه را بیاریم نخود به درجه گل دادن شوه همون خانواده که تو زمان حقورتش نکنید و مهمون چوی نیارد حضرت مولوی قصه میکنم مولوی روم بسیار یک حکایه عجیب و غریب است اکثریت اهل این مسجد نشنیدیانش از همون خاطر ذکرش میکنم اگر چنده که در بعضی موضوع ها ای را بیانم کرده بودم حضرت میگوید آن یک مرغ گرفت از مکر دام مرغ او را گفت ای خواجه همام یک شخص تور میمونه در تورش یک پرنده میافته همون پرنده ها که بیچاره را اسیر میکنه که نیت خوردنش داشته است خدرت خدای تعالی مرغ به زبان میآید از مرغای سخنگو بوده است این تمثیل است برای با شما تمثیل مرغ گفت ای خواجه تو بسا گاوان میشان خورده ای تو بسا اشتر به قربان کرده ای تو نگشتی سیر زانها در زمان هم نگردی سیر از اجزای من ای مرده که خوب گویا فکر که در طول حیاتت ایقا گاوی تو خورده ایقا گوسپند بزی تو خورده شترها خورده حاضر اگر بپرسیمت میگه که شکمم بوی طعام نبورده است هیچ خوک نخوردم از این قدر شتر و گاو سیر نکردی ای همین 10 گرم گوشتی من سیر میکنی هیل مرا تا که 3 پندت بردیم تا بدانی زیرکم یا ابلهم از او گفت مرا سرته 3 نصیحتت میکنم انشالله فایده و منفعت چه میبینی اولی آن پند هم بر دستی تو ثانیش بر بام کهگل بستی تو برای آن که دل دور نروه که همین مرغک فند میکنه نصیحت یکمه در بالای کف دستت میکنم اگر معقول شد سرمته نصیحت دیمه در بالای بامت در بام کهگلیت وان 3 پند دهم من بر درخت تا از این 3 پند گردی نیک بخت بعد پند 3 وقتی که از خونه بر اومدم بالای درخت ششتم بعد میتونم آنچه بر دست است این است آن سخن که محال راضی کس باور مکن نصیحت اول اگر کسی یک سخن محال گفت باور نکن بشنوه لیکن قبول نکن
اگر یک پانی که انداخت تو باور نکن. اگر گفت بالفرض که تو دولی جوان هستی بگرد بخر بچر بگرد چی جان تقم میتی، اون سفید کشیدی پنسیونر شدی با مسجد میرای نمازا را به جماعت میخونی، باور نکن که محال است. زیرا عجل برای هر کس مقدر است از جانب خدا. عجل به پیری و جوانی کار نداره. اگر کسی گفت که برادر آخه چون میکنی این پول رسخات کرده برای مسجد صدقه جاریه گفته 3 کندیسیونر آورده زده ای او دا یک کندیسیونرش برده اوغلت بچسبون اما گوتم راحت میکنه سلقینه که خشرو یا که مثلا برده خونه گودکو باید تاکی دیگه شب بچسبون چیبا که نداره کابینت کاری داری یا تا دیگه شب بر بودر خونه گودکات بچسبون بشنو باور نکن. زیرا زکات فریضه الهی است. زیرا صدقه جاریه آن همون پولی هست که برای آخرتت میفرستی و حتما به تو میرسه. این پولات ممکن استفاده بری ممکن نبری او را حتما استفاده میبری. یک روز و 2 روز نه جاویدانه استفادهش میبری. پس شنیدی باور نکن. بسیار نصیحتی خوبش گفت آخی سرش داد در کفش چون گفت اول پندی زفت گشت آزاد و بران دیوار رفت. پری سری دیوار برمد گفت دیگر برگذشته غم مخور چون زی تو بگذشت زان حسرت نبر. نصیحتی دیم گفت اگه برگذشته صلوات فکری گذشته را دیگه نکن. نگو که سبحان الله یک وقت زمین $200 میفروختن هر یک سوتیخش اگر میخریدم موزی در $20,000 میفروختمش بر رفته که دیگه. نگو که سبحان الله اگر فلان کارا میکردم امروز اینقدر فایده و منفعت میگرفتم. همون چیز در روزی ایت نبود از چی غم میخری؟ از غم خوردن ایت فایده و منفعت نیست. نگو که همسایم 5 سال پیش بچم زده بود در معرکش نمیرم خدا جان تماس کنه او زد بر جان خودش جور کرد تو ببخشش ثواب تا بگی بگذشته صلوات دیگه فکر نکنی این طرف شه. بعد از آن گفتش که در جسمم کتیم 10 درم سنگ است 1 در یتیم دولتی تو بخت فرزندانی تو بود آن گوهر به حق جانی تو. بعد گفت مردکی ساده ای اگه پرید از بالای درخت برمده است اگر تو مرا میکشتی شکم چاک میکردی در درون معدم یک جغلدان بگیم که معده چی داره بچوره گندش در درون جغلدان یک دری یک بریلیانتی 30 گرمه بود میگرفتی کیف کرده میخوردی میگشتی با فرزندات هم میراث میموند راحت میکردی. فوت کردی در که روزیت نبود که نباشد مثل آن در در وجود او خیل بریلیانتی کلون در دنیا نیست هیک کیف میکردی افسوس که از دست رفت رزق روزیت نبود است. آنچنان که وقتی زادن حامله ناله سازد خواجه شد در غلغله. مثل که زن حامله وقتی تولد کردن دو دوایش میبروید خاصتا اگر نو تولد کنه و عصرش میبروید اگر در رودان کسی که انا به خاطر زنش رفته باشد در وقتی همون بلشکی تولدی فرزند میدونه که خیل داد و فیغان بلند میشود. این بیچاره خواجه وقتی فهمید که 30 گرم بریلیان بده است دیگه داد وایش برود های دریغ از دست دادم گفته داد وای برداشت. ما را گفتش نه نصیحت کردمت که مبادا برگذشته دیغمت. گفت خانه در بلندی که اوه هازی من نصیحتت نکردم چند سکون پیشتر که چیزی که گرفت دیگه غم نخو چون زی تو بگذشت چون غم میخوری یا نکردی فهم پندم یا کری. وان دیگر پندت بگفتم که زلال هیچ تو باور مکن قول محال. 1 دقیقه پیشتر نصیحتت کردم که مردک خوب اگر چیزی محالت گفتن قبول نکن. من نیم خود 3 درم سنگ ای اسد 10 درم سنگ اندرونم چون بود. آخی خدا جانی ترا مست کنه که من خودم 10 گرم وزن دارم
آخه او 30 گرم بریلیان در شکم ما چخیل میکنجا تو هیچ عقل فراسه داری؟ خواجه باز آمد بخیش گفتا که هین بازگو آن پند خوبی آخرین به عقل این در سرش زد که حقیقتا احمق بود است. مایلش گوام نصیحتی سیم تم وعده کرده بودی اکامورم بته ایدتش بسیار خوب بسیار خوش. گفت آره خوش عمل کردی بدان تا بگویم پندی سالیس رایگان. اکا با اودتش گفت بسیار عمل کردی با ای سیمش عمل میکنی که سیمش بو برات بگم. پند دادن بر جهول خوابناک تخم افکندن بود بر شور خاک. بر آدم جاهله که خوابای وقتی نصیحت هیچ اعتبار نمیته یا میشینه و میره و یکون فایده و منفعت از نصیحت حاصل نمیکند. حکمی او حکمی اون پرتافتن بذر است تخم در شور خاک که تخمی پرتافتگی ضایع میشه و خلاص از او دیگه یگان چی طمع کرده نمیتونی. لکن که خدای تعالی با او شما را از زمره همون جهولای خوابناک بگردونه که پند نصیحت بشنویم و موافقی و عمل نکنیم. الحمدلله و المنه این مسجد است. من میدونم خاصتا جوانایی که نزدیک میشینن در خانقاه هستن بر وقت میآین جا اشغال میکنن اینو از اون جهولای خوابناک نیستن. با شما نگاه کنه که صحبت کردن چقدر سبکه. 1 ساعت در نماز جمعه صحبت میکنی یگان ذره احساسی ماندگی نمیکنی مونده نمیشه. برای چی؟ برای که گوش میکنن. معرکه خدا نگه داره. در معرکه آدمای ارلش بسیار اناخی میآین بعضیش بعد مجبور میشوی سخنای قبیح بگوی تا اینکه او آرام شود. از همین خاطر انشالله این فضای مسجد دیگر